رسول الله برسد. امروز دشمنان اسلام چقدر تیرها را بر جان رسول الله میزنند. امروز دشمنان اسلام از کجا جرأت پیدا کردن که به ساحات مقدس منجی عالم بشریت، به اون گوهر پاک، به اون جسمی که فرمود انا من نور الله و الخلق من نوری، من از نور خدایم و خلق از نور من است، برایشان کی جرأت داده است؟ امروز باید امت اسلام برای تمام جهانیان نشان بدن که ما به واقعیت پیرو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشیم. سروران عزیز و بزرگوار، باید ارتباط به سوره کوثر متوجه باشیم. خداوند می‌فرماید انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر را عطا کردیم.